خیلی‌ها نمی‌دونن چجوری بعد از هر باخت و شکستی در ورزش بهترین بهره رو ازش ببرن. ببین دو تا اتفاق اون وسط رخ میده. یکی این که ورزشکار یا ازش فرار میکنه که تاوان سنگینی داره، الان بهت میگم چرا. یکی این که میپذیره و باهاش روبرو میشه. وقتی ورزشکار از باخت و شکست فرار میکنه، طبیعت انقدر اون اشتباه براش تکرار میکنه که بالاجبار متوجهش بشه و این تاوان سنگینی داره. تاوانش هم اینه که زمان زیادی رو از دست میده. ولی وقتی بپذیره، خیلی حرفه‌ای میاد اون فصل خودش رو رصد میکنه. از لحاظ ذهنی چقدر آماده بوده، از لحاظ بدنی و فنی چقدر آماده بوده، توی صبح مسابقه یا چند روز قبلش چه حس و حالایی داشت، چی تو ذهنش میگذشت و میاد از لحاظ فنی، ذهنی، حس و حالی، بدنی همه چیز رو ثبت میکنه و اینجوری میتونه بهترین بهره رو از باخت ببره.